گره پیچ با زاویه‌های مختلف رو یاد گرفتیم. حالا برای شکافتن یک گره ما نمیخواد به خودمون زیاد زحمت بدیم که یکی یکی این گره ها رو بشکافیم. ما میایم انتهای این نخ ثابت رو میکشیم، به این صورت انتهای نخ رو بکشیم، تمام گره ها باز میشه و یه ترفند برای باز کردن گره پیچ هست. الان من میخوام ادامه این کار رو داشته باشم. بعد از اینکه گره های چارگوش رو زدیم، برای اینکه برای شما تمرین بشه دوباره من 4 تا گره چارگوش میزنم به این صورت که دست منو ببینید، یاد بگیرید، خیلی بهتر میتونید ببرید. زاویه دست رو کوچیک میگیرید که راحت تر ببافید. امتداد این پیچ رو ادامه میدیم، نخ ثابت رو میگیریم و نخ رو به دورش میپیچیم، هر نخ 2 بار. به این صورت سعی میکنیم که نخ‌ها ردیف خودشون باشه. پیچ ها خودشون انواع مختلف دارن، پیچ افقی، پیچ عمودی. الان پیچ عمودی هم به شما یاد خواهم داد که در مکروم بافی، میکرو مکرومه البته، خیلی به کار میاد. این پیچ افقی هست.